درود بر همراهان مجموعه برنااندیشان. زهرا ادیبی هستم، کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و با یه آموزش کاربردی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز قصد داریم در مورد لغات رایجی که در آزمون آیلتس استفاده میشه صحبت کنیم و همچنین حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید چون یک پیشنهاد عالی و کاربردی براتون دارم. اولین کلمه ما unusual هست، یعنی غیر عادی یا متفاوت. وقتی چیزی با حالت معمول و متداول فرق داشته باشه این کلمه کاربرد داره. معمولا برای چیزایی استفاده میشه که کمی جالب یا غافلگیر کننده هستن. This cake has an unusual flavor. این کیک طعم غیر معمولی یا عجیبی داره. یه مثال دیگه. She wore an unusual hat to the party. اون یک کلاه غیر معمول و جالب پوشیده بود که توجه همه رو جلب کرد. Unique یعنی منحصر به فرد یا چیزی که هیچ مشابهی نداره. وقتی میخوایم نشون بدیم چیزی کاملا خاصه و هیچ نمونه مشابهی نداره از این کلمه استفاده میکنیم. این کلمه حالت مثبت داره و حس خاص بودن رو منتقل میکنه. The valley has its own unique microclimate. این دره آب و هوای منحصر به فرد خودش رو داره. یه مثال دیگه. Each person has a unique fingerprint. هر فرد اثر انگشت منحصر به فرد خودش رو داره. Prosperous یعنی پر رونق یا ثروتمند. برای توصیف شهرها، کسب و کارها یا افراد موفق استفاده میشه. وقتی میخوایم بگیم یک محل یا فعالیت از لحاظ اقتصادی موفقه این کلمه خیلی کاربرد داره. It used to be a very prosperous town. این شهر قبلا یه شهر بسیار مرفه و پر رونق بودش. یه مثال دیگه. She runs a prosperous business. اون یک کسب و کار پر رونق و موفق داره. Fruitful یعنی پربار یا پرثمر. بیشتر برای افراد فعالیت‌ها یا جلسات به کار میره که نتایج زیادی دارن یا مفید هستن. He is really a fruitful novelist. اون واقعا یک رمان نویس پرباریه. They had a fruitful discussion. اونا یه بحث پربار و نتیجه بخش داشتن. Conventional یعنی سنتی، مرسوم یا مطابق عرف. وقتی کسی یا چیزی طبق قواعد رایج یا هنجارهای معمول رفتار کنه از این کلمه استفاده میکنیم. She's very conventional in her views. اون دیدگاهش بسیار سنتی یا متعارفه. He prefers conventional methods of teaching. اون روش‌های سنتی تدریس رو ترجیح میده. Convenient یعنی راحت، مناسب یا در دسترس. وقتی چیزی کار ما رو آسون میکنه یا دسترسی به اون راحته از این کلمه استفاده میکنیم. Our local shop has very convenient opening hours. مغازه محلی ما ساعتایی که باز میشه بسیار مناسبه. It's convenient to take the bus to work. رفتن با اتوبوس راحت و مناسبه. Slim down یعنی کم کردن یا کاهش دادن. We should try to slim down our carbon footprint. تو این jumle ما داریم در مورد کاهش رد پای کربن صحبت میکنیم، یعنی تلاش برای کاهش مصرف انرژی. I need to slim down before summer. میخوام قبل از این که تابستون بشه وزنمو کاهش بدم. In the red line یعنی بدهکار بودن یا زندگی در وضعیت مالی منفی. وقتی خرج کسی بیشتر از درآمدش باشه از این عبارت استفاده میکنیم. Some people in my country live in the red line.
بعضی از مردم در کشورم در فقر یا مشقت زندگی میکنن. After buying the car, I'm in the red line. بعد از خرید ماشین بدهکارم. بعد از خرید ماشین در وضعیت مالی خوبی نیستم. Affluent یعنی ثروتمند، برخوردار. وقتی میخوایم توصیف کنیم که یه منطقه یا فردی از نظر مالی وضعیت خوبی داره ازش استفاده میکنیم. I live in the fairly affluent part of the city. من در بخش نسبتاً مرفه یا ثروتمند شهر زندگی میکنم. They live in an affluent neighborhood. اونا توی یه محله ثروتمند زندگی میکنن. Pitch black یعنی کاملا تاریک، بدون هیچ نوری. برای شب‌های تاریک یا مکان‌های بدون نور استفاده میشه. It was pitch black outside. بیرون کاملا تاریک بود. It was pitch black in the cave. یه توی غار کاملا تاریک بود. Over the top یعنی بیش از حد، اغراق‌آمیز یا خارج از حد انتظار. وقتی چیزی غیر طبیعی یا غیر معمول رخ میده و حالت افراطی داره از این عبارت استفاده میکنیم. The film's violent ending is completely over the top. پایان خشونتبار فیلم کاملا اغراق‌آمیز یا غیر معقوله. His reaction to the small mistake was over the top. واکنش اون به یک اشتباه کوچیک بیش از حد بود. Detrimental یعنی آسیب زننده یا مضر. وقتی چیزی به کسی یا چیزی ضرر میرسونه از این کلمه استفاده میکنیم. Smoking is detrimental to your health. سیگار کشیدن برای سلامتیتون مضره. Excessive sun exposure is detrimental to your skin. قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب برای پوست مضره. Picturesque یعنی دیدنی و زیبا، مثل نقاشی. وقتی میخوایم توصیف کنیم چیزی چشم نواز و جذابه این کلمه کاربرد داره. We came to a picturesque cottage. ما به یک کلبه زیبا و دیدنی رسیدیم. The village was so picturesque that I took dozens of photos. دهکده اونقدر زیبا بود که 10ها عکس گرفتم. Suitable یعنی مناسب، متناسب با شرایط یا نیاز. وقتی چیزی یا کسی برای موقعیت یا هدف خاص مناسب باشه از این کلمه استفاده میکنیم. He was just not suitable for the job. اون فقط برای این کار مناسب نبود. This dress is suitable for formal events. این لباس برای مراسم رسمی مناسبه. Damaging یعنی آسیب رسان یا مخرب. معنیش مشابه detrimental هست اما کمی ملموس‌تر به معنی ایجاد صدمه و تخریبه. Smoking can be damaging to your health. سیگار کشیدن میتونه به سلامتیتون آسیب برسونه. The storm was damaging to the houses near the coast. طوفان به خونه‌های نزدیک ساحل آسیب زد. Nasty یعنی زننده، بد یا ناخوشایند. معمولاً برای چیزهای منفی، طعم‌ها یا رفتارهای بد استفاده میشه. This coffee has a nasty taste. این قهوه طعم ناخوشایندی داره. He made a nasty comment about her work. اون یه نظر ناخوشایند درباره کار اون داد. Unpleasant یعنی ناخوشایند یا نامطلوب. برای موقعیت‌ها، افراد یا اتفاقات بد استفاده میشه. A very unpleasant thing has happened.
یه اتفاق بسیار ناخوشایند افتاده. The meeting was unpleasant and stressful. جلسه ناخوشایند و پر استرس بود. Dreadful یعنی وحشتناک یا بسیار بد. وقتی میخوایم تأکید کنیم که چیزی شدیداً منفی بوده از این کلمه استفاده میکنیم. The food was bad and the service was dreadful. غذا بد و سرویسشون هم افتضاح بود. The weather was dreadful yesterday. دیروز هوا وحشتناک بود. Forbidden یعنی ممنوع. وقتی قانونی یا قاعده‌ای چیز رو منع میکنه از این کلمه استفاده میکنیم. It is forbidden to smoke at school. سیگار کشیدن تو مدرسه ممنوعه. It is forbidden to enter the construction site without a helmet. ورود به محل ساخت و ساز بدون کلاه ایمنی ممنوعه. Scenic یعنی چشم نواز، دیدنی. وقتی مکانی مناظر زیبایی داره از این کلمه استفاده میشه. Karaj is an extremely scenic part of Iran. کرج بخشی بسیار چشم نواز از ایرانه. We took a scenic route through the mountains. ما مسیر دیدنی از میان کوه‌ها رو طی کردیم. خب دوستان، حالا میرسیم به همون خبر خوبی که اول ویدیو قولشو دادم. میخوام یه دوره فوق‌العاده کاربردی و حرفه‌ای رو بهتون معرفی کنم. دوره‌ای که مخصوص همه کسایی که میخوان با اعتماد به نفس و روون انگلیسی صحبت کنن. چه در محیط کاری، چه در زندگی روزمره. این دوره شما رو از سطح پایه تا پیشرفته همراهی میکنه. حتی اگه تا حالا از تلفن برای مکالمه تلفنی میترسیدین، بعد از این دوره دیگه خبری از استرس نیست. شاید براتون پیش اومده باشه که تلفن زنگ میخوره و نمیدونید چی بگید. یا مکالمه‌ای که روی ایمیل راحت هستین، وقتی تلفن دستتون میگیرید استرس میگیرید. دلیلش اینه که تلفن فقط صداست و تصویر ندارید شما. این دوره به شما آموزش میده که چطور با لحن مناسب، واژگان درست و اعتماد به نفس بالا مکالمه مؤدبانه و حرفه‌ای داشته باشید. حتی اگر شما سطح زبان متوسط یا پیشرفته دارید، تمرین‌ها و مثال‌های واقعی کمک میکنه مکالمه هاتون طبیعی تر باشن. این دوره در 6 فصل طراحی شده. تو فصل اول با نقش تلفن و ارتباطات بین فرهنگ‌ها آشنا میشید. فصل دوم تمرکز روی عبارات پایه و شروع مکالمه است. فصل سوم وارد محیط کاری میشیم. تماس با مشتری، هماهنگی جلسات، گفتگو با همکاران بین‌المللی. و فصل چهارم اصطلاحات و عبارات تخصصی تلفنیه که کمتر تو کتابا پیدا میکنید. فصل پنجم مهارت در جمله سازی سریع و پاسخدهی طبیعیه. و فصل ششم شبیه سازی تماس‌های روزمره، اضطراری و رسمیه. یعنی شما بعد از این دوره آمادگی کامل دارید برای هر موقعیتی. این دوره فقط آموزش زبان نیست، بلکه آموزش فکر کردن به زبان انگلیسی در موقعیت تلفنیه. آموزش دو زبانه انگلیسی فارسی داریم تا معنا و کاربرد کاملا درک بشه. ما اینجا سناریوهای واقعی برای تمرین عملی و تحلیل لحن و آهنگ صدا برای طبیعی تر شدن مکالمه رو داریم. حتی تفاوت‌های فرهنگی بین تماس‌های رسمی و غیر رسمی پوشش داده شده تا شما آماده هر موقعیتی باشید. این دوره برای همه سطوح طراحی شده. اگه تازه شروع کردین، مطالب پایه و ساختار ذهنی آرامش بخش رو به شما آموزش میده. اگه سطحتون متوسط یا پیشرفته هست، مثال‌ها و اصطلاحات تخصصی کمک میکنه مکالمه‌ها طبیعی و حرفه‌ای دیده بشن. حتی مدرسان زبانم میتونن از این دوره برای غنی‌تر کردن کلاسشون استفاده کنن. خلاصه برای هر کسی که میخواد تلفنی انگلیسی حرف بزنه، این دوره یه سرمایه‌گذاری واقعیه. یکی از مهمترین ویژگی‌های این دوره تمرین‌های طراحی شده است. شما میتونید سلف پرکتیس یا پیر ورک انجام بدین و مهارت خودتون رو بسنجید.
با تکرار هوشمندانه و تمرین روزانه ذهن شما به تولید زبان طبیعی عادت میکنه، نه اینکه بیاد ترجمه کنه. هر تماس فرصتیه برای یادگیری و هر اشتباه قدمی به سمت پیشرفت برای شما. بعد از این دوره فرق بین دونستن و تونستن رو واقعی حس میکنید. اگر میخواید که مکالمات تلفنی انگلیسی شما روون، حرفه‌ای و بدون اضطراب باشه، همین الان برید توی سایت برنا اندیشان و این پکیج رو دانلود کنید. بهتون قول میدم با دیدن این آموزش تجربه شبیه کلاس حضوری داشته باشید. بیایید با هم هر تماس تلفنی رو به یک فرصت رشد تبدیل کنیم. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه از برنا اندیشان شما رو به خدای بزرگ میسپارم.